عرض و ادب و احترام خدمت همه عزیزان، همه راننده های زحمتکش، مسافرهای عزیز. من این حرفم با این مسئولین بیلیاقتیه که دارن قیمت گذاری میکنن برای این تاکسی اینترنتی. بابا ما هم به خدا استهلاک داریم، ما هم خرج داریم، ما هم زن و بچه داریم. آقا این چه وضع کرایه است؟ الان لابد 0.1%، 99.9% مسافرهای تاکسی اینترنتی آدمای با شعور و با شخصیتی هن. الان لابد اون 0.1% میخوام میان زر بزنن که آی نه کرایه ها بالاه. بابا والا بلا قدیم اینطوری بود، اونی که پول داشت سوار آژانس میشد، اونی که پول نداشت میرفت با اتوبوس و مترو این ور اون ور میرفت. مشکل منه که تو پول نداری، به جهنم که پول نداری، گوه میخوری سوار آژانس میشی. چرا رسیدگی نمی کنید آخه؟